آیا تا به حال براتون پیش اومده که چرا برخی افراد ناخواسته باعث میشن دیگران از اونها دوری کنن؟ تحقیقات علمی معتبر نشون میده برخی عادات رفتاری میتونن به طور ناخودآگاه روابط ما رو تخریب کنن. در این ویدیوی کوتاه ما 5 عادت سمی رو بررسی میکنیم که بر اساس یافته های علمی میتونن باعث بشن مردم از شما فاصله بگیرند. با ما همراه باشید تا این عادات رو بشناسیم و برای بهبود روابط خودمون قدم برداریم. تحقیقات علمی به وضوح نشون میده که انتقاد و تحقیر 2 عامل بسیار مخرب در روابط هستند. انتقاد به این معنی هستش که شما به شخصیت طرف مقابل حمله میکنید. مثلا میگید تو همیشه این کار رو میکنی یا تو هیچ وقت اون کار رو نمیکنی. اما تحقیر از این هم بدتره و شامل رفتارهای بی احترامی مثل مسخره کردن، کنایه زدن و استفاده از زبان زننده است. دکتر جان گاتمن، یکی از مشهورترین محققان در زمینه روابط، این 2 رفتار رو از مهمترین نشانه هایی میدونه که پیش بینی کننده شکست در روابط هستند. این رفتارها باعث میشن طرف مقابل احساس بی‌ارزشی بکنه و به طور طبیعی از شما فاصله بگیره. هیچ کس دوست نداره مورد انتقاد و تحقیر قرار بگیره. تحقیقات علمی در حوزه روانشناسی اجتماعی نشون میده که عادت به سرزنش کردن دیگران و نپذیرفتن مسئولیت اشتباهات یکی از دلایل اصلی ایجاد تنش و دوری در روابطه. افرادی که مدام دیگران رو مقصر میدونن فضایی از بی‌اعتمادی و خصومت ایجاد میکنن. مطالعات نشون داده که این رفتار میتونه ناشی از ناامنی درونی یا نیاز به حفظ حس برتری باشه، اما در نهایت منجر به رنجش و اجتناب دیگران میشه. تحقیقات علمی ثابت کرده که شکایت مداوم و بدبینی نه تنها بر سلامت روانی خود فرد تاثیر منفی میذاره، بلکه اطرافیان رو هم دلزده میکنه. تمرکز همیشگی بر جنبه‌های منفی زندگی بدون تلاش برای یافتن راه حل یک چرخه معیوب رو ایجاد میکنه. مطالعات نشون دادن که منفی‌گرایی میتونه مصری باشه و باعث بشه که دیگران برای حفظ انرژی و روحیه خودشون از فرد منفی‌گرا دوری کنن. همچنین تحقیقات در زمینه ارتباطات بین فردی نشون میده قطع کردن مکرر حرف دیگران نوعی بی احترامی به دیدگاه طرف مقابل تلقی میشه. این رفتار باعث میشه فرد احساس بکنه که نظراتش ارزشمند نیست و تمایلی به ادامه گفتگو با شما نداشته باشه. همچنین مطالعات نشون دادن این عادت میتونه ناشی از اضطراب، خودشیفتگی یا تمایل به کنترل مکالمه باشه، اما در نهایت منجر به ایجاد رنجش و دوری گزیدن دیگران بشه. تحقیقات روانشناسی نشون میده که کناره‌گیری عاطفی و عدم توانایی در درک یا سهیم شدن در احساسات دیگران یا همون فقدان همدلی باعث ایجاد حس فاصله و انزوا در روابط میشه. وقتی فرد از نظر عاطفی از دیگران فاصله میگیره و به احساسات اونها بی‌توجهه، طرف مقابل احساس طرد شدگی و عدم حمایت میکنه که در نتیجه این واکنش فرد مقابل از شما دور میشه. شناخت این 5 عادت سمی گام مهمی در جهت بهبود روابط اجتماعی هست. با ترک این رفتارها و جایگزین کردن اونها با ارتباطات مثبت و همدلانه میتونید جذابیت اجتماعی خودتون رو افزایش بدید و از دوری گزیدن افراد جلوگیری کنید. اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفاً اون رو لایک کنید، نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید و برای دریافت ویدیوهای بیشتر در این زمینه کانال ما رو سابسکرایب کنید.